اگر قرضدار هستیم به ما دین ما را کمک بکند. اگر مریض هستیم به پول تداوی ما به ما همکاری کند. اگر معسر هستیم به پول درس و تعلیمی به ما همکاری کند. اگر فقیر هستیم به خاطر رفع فقر ما به ما همکاری کند. اگر ضرورتی داریم، مشکلی داریم، او از ما دریغ نکند، به ما احسان انجام بدهد. و بعد آنقدر ما وجدان ما خوابیده باشد، اونقدر انسان پست باشیم، ناسپاس باشیم که به جای ای که با او آدم تعامل خوب داشته باشیم، یک تشکر و قدردانی داشته باشیم، یک سپاسگزاری داشته باشیم، دیگه هم با او دعوا و اختلاف و کش و نزاع و جنجال شروع بکنیم. اوج ناسپاسی و نامردی و بد اخلاقی یک انسان نشان میده. گرچه که طرف مقابلی که به شما احسان کرده از لحاظ دینی اون هم نباید از شما انتظار سپاسگزاری را داشته باشه. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا.